ما هم از ساکنان نوای شغنان هستیم. مراجعت ما با یک گروه نفرانی که از فدراسیون روسیه خود را ساکنان نوای شغنان معرفی کرده، برآمد اغوا انگیزانه و فرمایش شده را توسط شبکه‌های اجتماعی پنهان کرده‌اند، تماشا نموده نفرت پیدا کردیم. زیرا اکثریت آنها با مدت‌های طولانی بیرون از کشور قرار داشته، حادثه‌های امروزه را ندانسته، هر گونه برآمدهای بیشعورانه و تهمتانه کرده سنگ ملامت به وطن و ملت میزنند. از جمله قلمشوی شیرین دولتنظرویچ، گلبیک و قلچبیک گلبیکویچ، سید قاسموف صوفی سید تبرکویچ، شاه رحمتوف شهریار عبداللهویچ، اویلای سید صرفها، حکم‌الدین، فیروز، رسلان و ده‌ها نفر دیگر که شهروندان فدراسیون روسیه دارید، ما شما را نقض میشناسیم و میدونیم. قبل از برآمد کردن بار اندیشه کرده اید که شخصا شما دور از وطن هستید، چی کار خوبی را برای مردم بودی آن نموده اید؟ راه و کارخانه ساخته اید، دبستان مکتب ساخته اید، تالار و یا یگان انشاءات خدمت رسانی ساخته اید که دور از وطن ایستاده لاف میزنید. شما به جای شکرگزاری برعکس پشتیبان از 3-4 گروه‌های متشکل جنایتی کرده ایستاده اید. آیا در یگان دولت‌های دنیا دیده اید که جنایتکاران نماینده زیایی و کارمندان دولتی را مورد لطکوب قرار دهند و نسبتشان جزا تطبیق نگردد؟ ای کوردلان، بار اندیشه کرده اید که در دولتی که قرار دارید برای عادی‌ترین جرم، یعنی برای رعایت نکردن قاعده‌های بوده‌باش و ترتیبات جمعیتی دپارتاسیون کرده می‌شوید. محمد باقر در یک مدت کوتاه جنایت‌های وزنی صادر کرده است. با شما شرم نکرده طرفداری از یک جنایتکار می‌کنید. خواهید نخواهید باقر و دیگر هم‌مسلکان جنایتی او با جوابگری جنایتی کشیده شده در نزد قانون جواب می‌دهند. شما نفرانی که شان و شرف نوای شغنان و ولایت بدخشان را پس می‌زنید، از خارج کشور ایستاده سخن را از نام ساکنان نوای شغنان ندارید، چون که برآمد شما برآمد نهضتی‌ها بوده. مقصد و مرامتان اغوا انگیزی و تخم نزاع کاشتن در میان ساکنان بدخشان است. بس نبود که با چنین دسیسه بازی‌ها یک مرتبه کشور را به جنگ و خون آغشته کردید. امروز با سخن‌های نهضتی‌های اکستریمیست و تروریست تکیه کرده بدخشان را به ورطه جنگ برده ایستاده‌اید. آیا برآمد امرالدین علوتشایف را که با شیوه شغنی صدا داد نشنیده اید که به علیم شیرزمانوف چه ها گفت؟ همان نهضتیه که بدخشان را سال‌های قبلی به میدان جنگ تبدیل داده بود. ما به شمایان گفتنیم که سال 2015 آفت طبیعی در دهه برسن رخ داد و چندین خانه‌های استقامتی دهه‌های برسن، بردبیک‌آباد و کلخوزآباد ویران و ولنگار شدند. مگر شمایان خود را غمخوار مردم می‌گیرید، کمک خود را رسانیده اید؟ نه، هرگز نه. این را شما شنیدن نمی‌خواهید. حکومت جمهوری بود که با تمام آسیب دیدگان خانه‌های استقامتی با خواهش خود ساکنان با طرز محلی ساخته با تمام چیز و چاره‌اش داد. شما ننگ و ناموس می‌داشتید، اقلا یک ذره‌گیره آفت طبیعی رو دستش رو می‌گرفتید. در کجا بود ننگ و ناموس شما؟ مگر شما فراموش کردید که در دوران شوروی از شهر دوشنبه به مرکز بدخشان شهر فاروق در چند روز و با کدام عذاب و مشقت به خانه‌هامون می‌رسیدیم. ما از یک چیز غمگین و خشمگین هستیم که ساکنان ولایت بخصوص عالمان و شاعران، زیاییان و نفران برجسته بسیار چیزها را نادیده گرفته ایستادند. در این روزهای وزنین و ننگین بی‌طرفی را اختیار کرده خاموشی را پیشه نمودند. چرا صدای بی صدا دارید؟ چرا آواز شما ناعیان است؟ چرا عالم بی‌عمل هستید؟ مگر همین است وطنداری یا وطن دوستی؟ ای ساکنان ولایت، این را فراموش نسازید که آرزوی شما، خانه آباد شما همین وطن، همین تاجیکستان است. چرا در همین لحظه ها خاموشی را اختیار کرده اید؟ بی‌طرفی این بی‌شرفی است. زنها و خواهران عزیز، از خاطر نبرید که
شما زن مادر هستی. مادر با یک دست دنیا و با دست دیگر گهواره را می‌جنباند. کدام مادر جنایت پیش شدن فرزند را آرزو کرده است؟ بار اندیشه کرده اید که جوانی که در گرد و اطراف باقر و دیگر جنایتکاران جمع شده‌اند کی هستند؟ جوانی که پاسگاه‌های غیرقانونی تشکیل کرده تا صبح نوبتداری می‌کند، برای کی نوبتداری می‌کند؟ برای باقر، نه برای وطن مادر. زنهایی که پشتیبانی از یک جنایتکار می‌کنند، برای چی پشتیبانی از مادر فرزندی نمی‌کنند که همین گروه‌های متشکل جنایتی به دام فریب به خود کشیده از نشمندی جان خود را از دست دادند. حیف بر چنین بانوان که پشتیبان جنایتکارند. حالا هم وقت هست خلاصه کنید، زیرا جنایتکار را پشتیبانی کردن خود جنایت است. من ساکن نوحه درواز دیروز در شهر دوشنبه قرار داشتم و هنگامی در شبکه اینترنتی بارش دیدم که یک گروه از مهاجران تاجیک از نوحه گرد و اطراف شهر خورو که در کشورهای اروپایی قرار دارند نسبت به حادثه‌های مهم به سال 2021 که از جانب گروه‌های متشکل جنایتی صادر کرده و گردی هر گونه برآمدهای ویدیویی پهن نموده ایستاده‌اند. با نفرانی که در خارج ایستاده سخن‌های پوچ و بی‌معنی و بی‌اساس می‌گویند گفتنی‌اند که شما اگر در حدود شهر خورو می‌بودید و جنایت‌های باقر خصوصا طالب و منور با خبر می‌شدید چنین یک مجازات بی‌اساس نمی‌کردید. الکی مردم بدنشان از جنایتکاران بیزار شدند. همه آن جنایت‌هایی که محمد باقر و دیگر سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی صادر نمودند پورا از عمل‌های تروریستی هستند. شکرانه کردن لازم که چنین راه‌های ماشینگر داریم. وقتی که راه‌ها ویران بودند توسط اغوای خواب‌ربا در راه‌های کوی صدا ساکنان ولایت مخصوصا ساکنان شهر فاروق با صدمات دچار شده به هلاکت می‌رسیدند. صدها نفر بی‌نام و نشان شدند. حتی مرده‌ها را برده نمی‌توانستند. لیکن امروز هر وقت خواهی راه شده است و می‌توانی آزادانه رفت و آمد نمایی. امروزا با جای از پای پیشروی و آبادانی ولایت شدن ما سرگردان ضرر و عمل‌های به ما رسیده جنایتکاران گشتیم. این نفران از نادانی و بیسوادی امروز نمی‌دانند چیکار کنند. اصلا آدمیزاد اگر بیسواد و بی‌مدینت باشد و مانند باقر و طالب و خرسند و منور رفتار می‌کند. من ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به جنایتکاری در مرکز ولایت شهر خاروق نگاه خود را دارم. زیرا ما مردم باید با یک فرهنگ غنی، معرفت بلند و اخلاق حمیده خود و نسل‌های ما را در نزد جهانیان معرفی سازیم، نه با جنایتکاری. امروز از طریق شبکه‌های اجتماعی تلویزیون آگاه می‌شویم که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون فضای آرامی ولایت را دو سه تن از جنایتکاران با مانند محمد باقر، طالب، خرسند و منور و دیگران ناآرام ساخته ایستادند و آنها با این کرده‌های خود ولایت را باقی برده ایستادند. و مقامات‌های قدرتی ولایت گفتنی هستند که پیش راه این دو سه تن از جنایت پیشه را گیرند. حقیقتاً هم سطح جنایت و جنایتکاری را در ولایت مختار کوهی بدخشان سرکردگان گروه‌های جنایتی و مانند باقر و طالب، خرسند و منور و دیگران به اوج کمالات رسانیدند. این روزها به گوش ما ساکنان ولایت خبرهای نو عایدی در گرد خود جمع نمودن یک زمره جوانان ناگاه را از طرف باقر آب و نان دادن زنان زیادی از عالم بیخبر را در خانه خود از طرف باقر رسیده ایستادند. من به باقر مراجعه کرده گفتنیم که تو اوباش نسبت به مردم آسایشته دستبرداری آموزگار را مورد لط و کوب قرار دهی، اولا عاقبت عملهایت را فکر نکردی. یک بار جست ملخک، دو بار جست ملخک، آخر به دست ملخک. باقر تو امروز به خون دیگران ضامن نشو، مست شده بیا به مقامات تسلیم شو. از جنایت‌هایی که در 10 سال اخیر در ولایت بدخشان خصوصا در شهر خاروق رخ داده ایستادند، این جنایت‌ها را همچون جنایت‌های تروریستی حساب می‌کنیم. ساکنانی که خودشان را زن‌های بیگانه را آورده در نزد خودشان سپر کردند و به جوانان را آوردند برای خود سپر کردند و مانند باقر، خرسند، طالب، این چی گپه؟ این چی زندگی؟ تا کی شما در پیش روی خود سپر میگیرید؟ آدمی بدکار امروز هم در قب میزند، پگه هم در قب میزند. باید همین آدمای بدکار خیلی که قانون حکومت جمهوری تاجیکستان است باید جواب خود را دهند، مانند امردین علامت شوی. متاسفانه این روزها آدمانی پیدا میشوند که
نسبت آموزگار، نسبت پدر معنوی خود به اکنایی، به حرمتی ظاهر می نماید. حادثه‌ای که سانه 29 ینور سال 2022 در شهر خاروخ رخ داد که در نتیجه آن سردار ریاست معارف ولایت از طرف جنایتکاران مورد لطکوب قرار گرفت. این تحقیر نسبت تمام آموزگاران و زیایان بدخشان است. از مقامات‌های قدرتی خواهش می‌نمایم که نسبت این قضیه چاره‌های قطعی را اندیشیده این جنایت را من محکوم می‌سازم. جوانان شهر خاروخ فریفته و فند فریبی باقی منور خرسند و طالب نشده قانون را رعایت نمایند. در شهر خاروخ همه ساله منابع جنایتکاری تکرار می شود. از گروه‌های متشکل دستگیری نکنند. هر یک انسان باید در نزد قانون جواب دهد. سرکردگان گروه متشکل جنایتی در نزد قانون جوابگو باشند. یکی از خصوصیت‌های اساسی عقیده و تعلیمات سرکرده‌های جنایتی در آن است که آنها با فرهنگ و تاریخ، علم و عرفان نظر شدیداً منفی دارند. دلیل این گفته ها وضعیتی به عمل آمده یعنی سانهای 25-28 نوامبر در شهر خاروخ می باشد. در طول چندین سال با سرکرده های گروه جنایتی در شهر خاروخ قانونیت و معیارهای قانونهای عمل کننده را نادیده گرفته هر کاری که به خودشان معلوم است و معقول است انجام میدهند. باید یادآور شد که در طول تاریخ یگان خلق و ملت جنایتکاری را نبخشیده است و نمیبخشد. چنین کردارهای جنایتکارانه راهبران گروه متشکل جنایتی نیز نبخشیدنی است. بگذار در نزد قانون جواب دهند. و جوانان شهر خاروخ و گرد اطراف آن گفتنی هم که از قفای 3-4 جنایتکار باقی خرسند منور نروند، زیرا که جنایت به جزا نمیماند. از روی قانون جنایتکار به جنایت صادر کردهشان جواب میدهند. به همگان معلوم است که در تاریخ 29 ینور سال روان جنایتکار باقی نصرالله نوروز را لطکوب کرده و او را تحقیر میکنند. این عمل ناجوانمردانه باقی را محکوم میکنند و از ارگانهای حفظ حقوق طلب دارند که به جوابگری کشیده شود. ما کارمندان ساحه تندرستی ناحیه مرغاب عمل ناجوانمردانه لطکوب و مورد شکنجه قرار دادن سردار ریاست معارف ولایت لطفالله نوروزوف از جانب سردار گروه متشکل جنایتی محمد باقر که تمام اهالی ولایت را بدنام کرده است محکوم می نماییم. از مقامات‌های حفظ حقوق طلب می نماییم که جنایتکاران هرچی زودتر دستگیر و به جوابگری جنایتی کشیده شود.